سلام. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری کشور میگوید که دولت افغانستان تمام موانعی که بر سر راه صلح قرار داشت برداشته شده و اکنون مسئولیت گروه طالبان است که به زودترین فرصت به میز مذاکره حاضر شوند. وزارت داخله میگوید که طالبان در جریان یک هفته گذشته 368 حملات تروریستی را انجام داده است که در اثر آن 42 غیر نظامی جان باخته و 49 تن دیگر زخم برداشته است. در راه حمله بر مولوی ایاز نیازی و مولوی عزیزالله مفلح بازداشت شد. عبید مشهور به اکرمه که مربوط به گروه داعش است امروز از سوی منصوبین امنیت ملی بازداشت شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نشست آنلاین شانگهای در جریان سخنرانیش گفته است که وضعیت فعلی افغانستان جدی، قابل تشویش و بحرانی می باشد. و راس ویلسون سرپرست سفارت آمریکا در کابل گفته است که فدراسیون بین المللی فوتبال کرامالدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را به آزار و اذیت جنسی متهم کرده و عدالت باید برای دختران با شهامت افغان اجرا شود.